از این صحبت باز چه حرفی نوی شنیدیم که تا حالا معلوم نبود و چرا محض حالا اسلام کریموف خردی تصمیم گرفت که در این باره صحبت کند؟ خب معلوم می شود که اسلام کریموف نبیره رئیس سابق ازبکستان اسلام کریموف خیلی نگران است از وضع مادرش و خواهرش. به گفته او مادرش در حبس خانگی می باشد و خواهرش نیز با مادرش می باشد. خودش در لندن است و سخت نگران است و معتقد است که آنها گویا طرفداران بیبیش یعنی مادرش می توانند مادرش را بکشند یا زهر بدهند. خب از آنچه که اسلام کریموف در باره سرنوشت مادرش گلنوره کریموفا گفت چرا پیشگویی کردن ممکن است؟ پیشگویی کردن ممکن است که روابط خانواده بین گلنوره کریموفا و مادرش همچنین خواهرش آنقدر خوب نیست. هنوزم نگرانی ها زیاد است و دومش این که گلنوره کریموفا در حبس خانگی می باشد و آینده او نیست معلوم نیست و شاید پس از انتخابات رئیس جمهور که روز 4 دکبر در ازبکستان برگزار می گردد تقدیر گلنوره حل شود، چون میدانیم که گلنوره کریموفا تقریبا 3 سال باز در حبس خانگی می باشد و با دنیای بیرون تمام رابطه هاش قطع شده است. خب شاید اسلام کریموف خردی میخواد با این صحبتش توجه جامعه جهانی رو به قضیه مادرش بکشد تا آنها بتونن در آزاد نمودن گلنوره کریموفا سهم بگذارند. البته اسلام کریموف شاید این را در نظر داشته باشد، ولی به نظر من آنچنان به نظر می رسد که اسلام کریموف بیشتر می خواهد توجه مادر بیبیش را به احوال مادرش بکشد. می خواهد طریق وسایل اخبار تاثیر خودش را گذراند به بیبیش و می خواهد که مادرش را آزاد کنند، حداقل اجازه بدهند که کشور را ترک کند. ولی از طرف دیگر معلوم است که گلنوره کریموفا در پاره‌خوری، رشوه‌خوری، همچنین فساد اداری ایبدار می شود در ازبکستان، همچنین در کشورهای غرب. برای همین آینده او چگونه بودن تقدیرش هنوز نامعلوم است، ولی باید گویم که در خود ازبکستان دیگر سلاله کریموفا دارد فراموش می شود و گلنوره کریموفا هیچ جایی در صحنه سیاسی ندارد دیگر. تشکر زیاد برای صحبت. در صحبت ما همکارمان از لندن سیراج‌الدین اسلام بودن از بخش ازبکی رادیو آزادی. تشکر.